سلام، حالتون چطوره؟ به کانال شامل کامپیوتر خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ ادامه آموزش وردمون. اگر ویدیوی قبلی رو ندیدی بیا داخل کانالم و از اول ورد رو توضیح دادم و گفتم که چه ابزارهایی داریم و میتونیم چه استفاده ازشون بکنیم. خب ما اومده بودیم تو سربرگ اینسرت خودمون و در مورد شیپ هم صحبت کرده بودیم و امروز می‌خوایم در مورد اسمارت آرت یا همون تصاویر هنری هوشمند استفاده کنیم. وقتی میخوایم بچه‌ها در مورد یه سری موضوع صحبت کنیم و نیاز به این داریم که اون رو توسط اشکالی که داریم بیایم به مخاطب نشون بدیم. گزینه‌های مختلف داره، لیست و دایره و خیلی گزینه‌های دیگه. ما میتونیم هر کدومی که بخوایم رو انتخاب کنیم و با استفاده از اون بیایم طراحیمون رو انجام بدیم. حالا من مثلا به عنوان مثال یک گزینه‌ای که انتخاب میکنم یکی از این هاست و اوکی رو میزنم. بذارید من این رو یه خورده کوچیک‌ترش کنم. خب ببینید بچه ها، مثلا من اینجا وقتی که این رو آوردم، ببینید من وقتی وارد ورد من شد یه دونه سربرگ دیزاین دارم که میتونم این رو چیکار کنم، حالا مثلا ادیت بیشتری روش انجام بدم، کارهای بیشتری روش انجام بدم. مثلا من میخوام فرضاً این حالا 3 تا گزینه من دارم. خب میتونم بیام اینجا اد شیپ هم رو بزنم. خب و بذارید اول این رو براتون بنویسم. مثلا من اینو 1 میدم، این رو 2 میدم، این رو 3 میدم. خب میام رو گزینه 1 هم میستم و اد شیپ هم رو میزنم و یه دونه اد شیپ افتر میزنم. وقتی یه دونه اد شیپ افتر میزنم، بعد یکی من یه دونه دیگه خونه واسه من ایجاد میکنه، یکی دیگه از همون شیپی که داشت رو اینجا واسه من ایجاد میکنه. 3 که داشتم و اینو میکنم 4 و همینطور میتونم بیام بچه‌ها قبلش هم بزنم که قبل بین 1 و 4 اینجا باید واسه من به وجود بیاره. خب حالا مثلا من 5 میذارمش. عرض کنم به خدمتتون که اد بالت بچه ها، این اد بالتی که من میزنم همون بالتی که من یاد گرفتم تو سربرگ هوم خودم داشتم. میام اینجا میتونم مثلا بالت بنویسم، مثلا سارا، مثلا علی، مثلا و گزینه‌های دیگه داره بگه مثلا میتونید داخلش بالت بنویسم، یا مثلا میتونم بیام تکست بنویسم. خب و همین میتونم بیام اینجا همین رو بیام ادیت کنم و به جای مثلا 4 فرضاً مثلا بنویسم مثلا داره درس بنویسم، مثلا ریاضی. خب ببخشید انگلیسی بود، بنویسم ریاضی. و همینطور میتونم همه اینها رو بیام چیکار کنم. وقتی میگه تکست پنل یعنی که شما میتونید این پنل رو باز میکنه، شما بتونید تمام متن‌هایی که میتونید واسه این بنویسید رو ادیتش کنید. این از این قضیه. حالا یه گزینه دیگه که دارم، من مجدد میتونم این شیپ ها رو بیام چیکار کنم، عوضشون کنم دیگه. خب با هر شیپ دیگه که میخوام، با هر مدلی از اسمارت آرت دیگه که میخوام میتونم تغییرش بدم. یه گزینه دیگه که داریم بچه چنج کالره، میتونم بیام رنگ این رو تغییر بدم، حالا هر گزینه که خودمون دوست داریم. و همونطور که میدونیم استایل پای ثابت تمام این هاست و میتونم استایل های متفاوتی بهش بدم، هر کدوم رو که بخوام روش اعمال میکنه. خب که ما تا اینجا بهش کاری نداریم. این از این قضیه بود و حالا خودتونم میتونید برید اینو شخصی سازی کنید. میتونید برید توی سربرگ فرمتمون مثلا از فیل رنگ مورد نظر خودتون رو بدین، اوتلاین بهش بدین، بعد اینجا تکست و اوتلاین و تکست افکت بهش بدین و تمام تنظیماتی که ما توی ورد یاد گرفته بودیم قبلا که روی تکستمون انجام بدیم اینجا میتونیم روی این انجام بدیم. این از این قضیه. حالا من میخوام یک کار دیگه انجام بدم. بعد از اینکه این رو انجامش دادم میخوام بیام و توی همین سربرگ اینسرت به گزینه بعدی بپردازیم. بچه‌ها بعدی هست چارت یا نمودار. میام از چارت هم استفاده میکنم. یه تفاوت چارت داره، این که مثلا من میخوام بیام یه سری آمارها رو بدم. مثلا توی رشته های حسابداری وارد اکسل که میشیم، با الانم با این خیلی سر کار داریم و میتونیم همین الان هم که داریم این دیتا رو وارد میکنیم یه دونه اکسل در کنارش وا میشه که من بیام دیتام رو بهش بدم. حالا من همون ستونی رو انتخاب میکنم و اوکیش میکنم. ببینید وقتی من میام این رو انتخابش میکنم، خب خود این نمودار من اینجا اومده و یه فایل اکسل اینجا بهم داده. ببینید بچه‌ها، فایل اکسل به خاطر اینه که من بیام دیتای نمودار خودم رو عوض کنم. خب من اولین کاری که میکنم مثلا میام اول اینا رو تغییرشون میدم. فرضاً میام میگم واسه درس ریاضی، بعد میام بعدی
مثلا میخوام در مورد درس صحبت کنیم، الان بهتون میگم یه آمار میخوام در مورد درس بدیم، بعد علوم و بعدی هم میگم ریاضی، علوم و فارسی و دینی. حالا من درسای جدید بچه‌ها رو نمیدونم، همینطور می‌نویسم. و این گزینه هایی که الان دارم بهشون میدم، مثلا میگم سال اولشون، بعد مجدد میگم مثلا سال دومشون، حالا مثلا ما داریم در مورد یک دوره خاص صحبت میکنیم، حالا فرقی نمیکنه، و نهایت هم سال سومشون. این عددهایی که اینجا میبینید بچه‌ها مربوط به این نمودار هستن. من الان توی من اکسل رو ببندم این اوکی میشه، این همونطور که میبینید اکسل سیف شده و دیگه کاری با ما نداره. ولی من میخوام یه کار دیگه انجام بدم. ببینید بچه ها، من این نموداری که دارم خب میخوام بیام و توی مثلا درس فارسی من، خب این فارسی من هستش، درس فارسی من، و توی سال دوم که نارنجه درس فارسی، پس درس فارسی من توی سال دوم میخوام یک مقدار این رو کمترش کنم، بیام بکنم 3 و 14. ببینید نمودار من کوچیک شد. از طریق این اعداد اینا هم مربوط میشن به اینا، همونطوری که بهتون گفتم. درس ها این زیر نوشته شده و سال هم که رنگش واسه خوش مشخصه. خب این از این قضیه و من این رو میبندم و این میشه. حالا مثلا منم این چارتی که اینجا مثلا تایتلی که داره میاد در مورد تایتل این نمودار صحبت میکنه. خب این همچین حالتی و این نمودار من هم ببینید دقیقاً طبق عکس هستش و من باید این رو انتخاب بکنم بین این گزینه‌هایی که بتونم این رو جابجا بکنم. خب و این از این قضیه. پس ما به راحتی تونستیم این رو، بچه‌ها میتونم رنگاش رو تغییر بدم، رنگایی که دیگه خودمون ما میدونیم وقتی سربگ دیزاین وا میشه واسش ما میتونیم یه سری دسترسی ها بهش داشته باشیم و اون رو انجام بدیم. الان هم برای این همونطور که مشاهده میکنید توی چنج کالر من رنگش رو میتونم تغییر بدم و میتونم استایلش رو تغییر بدم. یه گزینه دیگه ای که داره ادیت دیتا بچه‌ها مجددا همون رو برای من باز میکنه و من میتونم بیام ادیت کنمش. اینم از بحث چارت بچه‌ها. حالا من میخوام برای اینکه بخوام اسکرین شات بگیرم میام تو صفحه بعدی و خیلی راحت میتونم اینجا اسکرین شاتم رو بگیرم. حالا هر جایی که بخوام میتونم باز کنم و بیام مثلا یه همچین حالتی موسم رو بکشم و خیلی راحت میاد واسه من اسکرین شات میگیره. اینم از قضیه اسکرین شات و همونطور که دیدین سربگ فرمت برای ادیت کردن این عکس واسه من باز میشه. پس ما تا اینجا تونستیم سربگ اینسرت بخش ایلاستریشنزش رو توضیح بدیم. خب آموزش امروزمونم به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کنین و نظراتتون رو برام کامنت کنین. روزتون بخیر، موفق باشید.